مرز دوقارون به عنوان اصلی ترین گذرگاه خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشورشان محسوب می شود. اتباع غیرمجاز افغانستانی که در 11 استان کشور شناسایی می شوند، بعد از ساماندهی و انجام مراحل قانونی به کشور خود برمیگردند. مرز دوقارون نخستین چشمانداز برای اتباع کشور به جمهوری اسلامی ایران. از ولایت کابل آمدیم. از افغانستان شهر قندهار. از هرات من میخوام برم تهران. معبری که این روزها اصلی ترین دروازه بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشورشان شده. من به خاطر این مرز دوقارون رو انتخاب کردم چون هم نزدیکتر به شهرمه، هم زبونمه، هم فرهنگ منه. الان برگاه سرشماری ما تمام شده، دیگه وقتشون دیگه بعد برگردیم. تبع این کشور همسایه که برخی از آنها از طریق مرزهای مشترک ایران و افغانستان غیر مجاز وارد وطن ما شده و یا عده‌ای که سالهاست غیر قانونی در جای جای ایران زندگی کردند. از سال 81 ما قاچاقی وارد ایران شدیم تا الان داریم با برگه خروج، من و خانومم و دخترم دوباره داریم برمیگردیم افغانستان. ما 38 نفر بودیم، از مرز کلاگان رفتیم ایران، 1 سال ایران بودیم. با 10 نفر خانواده 7 سال ما به کرج بودیم. آمارها نشان می‌دهد در 1 سال گذشته روند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران به کشورشان افزایش یافته. مرز دوقارون به عنوان مهمترین معبر خروج اتباع بیگانه با آمادگی کامل و آمادگی زیرساخت و هماهنگی و حضور هیئت کشور مقابل کشور افغانستان در شهرستان به صورت روزانه متوسط 1800 نفر از اتباع غیرمجاز از اقصا نقاط کشور از این معبر دوقارون به کشور افغانستان ورود پیدا می‌کنند. دست به دست هم بدیم تا کشور خودمون رو آباد کنیم. به هیچ جایی بهتر از کشور خودمون نمیشه برامون. خواهش میکنم از همشهری هر جای دنیا هستیم برگردیم کشور خودمون رو بسازیم. یه تشکری خاص میکنم از مردم ایران. خدای تا اینجا ما اومدیم از ما پذیرایی شده. خدای نکرده توی را سختگیری نشده. استان خراسان رضوی بیش از 300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که 90 کیلومتر از این امتداد در تایباد است. روزانه بیش از 1800 نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی شناسایی شده در سراسر کشور از طریق مرز دوقارون به کشورشان برمیگردند. علی اصلاحی، خبرگزاری صدا و سیما، تایباد.